ثروتمندترین زن ایرانی راننده تریلیه. خانم فاطمه مقیمی که رئیس کل تریلی داران کشور هست و همه راننده ها ازش میترسن، صاحب بزرگترین شرکت حمل و نقل ایرانیه و صدها تریلی داره و بالای 500 تا راننده زیر نظرش فعالیت میکنن. فاطمه خانم میگه اول که رانندگی رو شروع کردم همه مسخرم میکردن، ولی ناامید نشدم و قدرت خودم رو به همه نشون دادم. ایشون 8مین فرد ثروتمند ایرانیه که پشت فرمون تریلی نشست و صنعت حمل و نقل کشور رو متحول کرد و همچنان الهام بخش بسیاری از زنان و مردان ایرانیه. ورودش به این حوزه هم جالب بوده. سال 1358 برای استخدام به یک شرکت رفت. فکر میکرد که شرکت بازرگانیه، اما شرکت حمل و نقل بود و همین اتفاق مسیر زندگیشو تغییر داد. 3 سال بعد به طور جدی وارد صنعت حمل و نقل شد. اگه از پشتکار این بانوی ایرانی خوشت اومد، لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن.